امروز میخوایم با هم درون بزرگترین کشتی کروز جهان رو ببینیم. اسمش هست Icon of the Seas. بزن بریم. این کشتی بزرگترین کشتی تفریحی دنیاست. این کشتی دقیقاً 248,000 تن وزن داره، یعنی 5 برابر بزرگتر از کشتی تایتانیک و حتی بلندتر از برج ایفل، چون ارتفاعش 364 متره. به نظرتون ظرفیتش چقدره؟ تا 7960 نفر مسافر میتونه بگیره، یعنی بیشتر از یک شهر کوچک تو آمریکا. هزینه ساختش چطور؟ حدود 2 میلیارد دلاره و ساختش بیش از 29 ماه طول کشیده. به نظرتون بزرگترین پارک آبی دنیا روی کشتی چطوریه؟ یا عظیمترین سازه شیشه‌ای و فلزی که تا حالا روی کشتی نصب شده و همچنین گرونترین اتاق‌هایی که میتونی روی کشتی رزرو کنی. خب میریم سراغ اولین بخش. اولین بخش رکورد چکن این کشتی چیزی نیست جز سازه شیشه‌ای رکورد چکن، همون گنبد عظیمی که در جلوی کشتی دیده میشه. این یکی از باور نکردنی ترین قسمت های کشتیه. 50 متر عرض و 25 متر ارتفاع داره. این بزرگترین سازه شیشه‌ای دنیاست که تا حالا روی کشتی نصب شده و جالبه بدونی که وزن کل این گنبد به اندازه 197 دستگاه لامبورگینیه. تقریبا تمامش از شیشه ساخته شده. یه نگاه بهش بنداز، واقعا دیوونه کننده است. حالا میرسیم به یکی از عجیب ترین بخشا، یه پارک واقعی روی کشتی. این قسمت اسمش هست سنترال پارک. در واقع حس و حال بودن در فضای باز رو میده، ولی همچنان داخل کشتی است. کنارش پیاده‌روها و رستوران‌های شیک قرار گرفتن. توی این پارک بیش از 30,000 گیاه زنده وجود داره. یکی از چیزهای جالب اینه که توی این فضا صدای پرنده مصنوعی پخش میشه تا حس بودن در طبیعت و منطقه گرمسیری رو تجربه کنی، اونم در حالی که وسط اقیانوس هستی. این یک تجربه واقعا حیرت انگیزه. گنبد شیشه‌ای تنها سازه کروی رکورد چکن روی این کشتی نیست. به محض ورود یه سازه عظیم به اسم مروارید رو میبینی. وزنش تقریباً برابر با یک هواپیمای بوئینگ 747 و ارتفاعش هم بلندتر از تابلوی معروف هالیووده. این بزرگترین سازه هنری جهانه. روی این کشتی 2850 اتاق وجود داره، ولی بعضیاش خیلی خاص‌ترن. الان میریم سراغ 2 از گرونترین اتاقهای این کشتی. اولیش هزینه 11,000 دلار برای یک شب داره. به نظرتون واقعا میارزه؟ اول از همه باید این منظره رو ببینیم. واقعا بالکنش بزرگ و قشنگه. روی همین بالکن یه جکوزی اختصاصی هم داری، کاملا مثل جایگاه VIP. ولی یه چیز دیگه هم هست که شاید متوجهش نشده باشی. این سویت دوبلکسه. واقعا باور کردنی نیست که این خونه لوکس روی کشتیه. حالا میرسیم به گرانترین سویت خانوادگی در این کشتی. قیمت از 12,100 دلار برای یک شب شروع میشه. این سویت نسبت به قبلی حس متفاوتی داره. اون یکی مجلل و لوکس بود، اما این یکی فضای سرگرم کننده و خانوادگی داره. یه میز تاچ اسکرین وسط اتاق هست که باهاش میتونی بازی کنی. پازل، دومینو، شطرنج و کلی بازی خفن دیگه. اگه همچین پولی برای بچه‌هات خرج کنی یعنی واقعا عاشقشون. البته اگه داشته باشیش. توی این سویت داره یه سرسره خانگی هم هست که از طبقه بالا به طبقه پایین میره.
حالا میریم به قلب تپنده کشتی. این کشتی یه عرشه کامل رو اختصاص داده به 6 موتور عظیم. یه سوال ازت دارم، به نظر توان خروجی کل موتورهای کشتی چقدره؟ 120,000 اسب بخار. کشتی با گاز طبیعی مایع شده یا همون LNG خودمون کار میکنه. جالبه بدونی که 93% آب شیرین مورد استفاده این کشتی رو خود کشتی تولید میشه. این کشتی رکورددار ترین‌های روی کشتیه. بزرگترین پارک آبی روی کشتی، رکورددار بزرگترین استخر روی کشتی و کل چیزای دیگه. این بود سفری کامل در دل بزرگترین کشتی تفریحی دنیا. شما کدوم بخش کشتی رو بیشتر دوست داشتین؟ نظرتون رو تو کامنت ها بهمون بگین و اگه خوشتون آمد لایک و سابسکرایب یادتون نره.